خوش آمده به اصفهان. یکی صنعت اصلی اصفهان هنر محرق کاشی. کلمه محرق در واقع کلمه اسم از عرق به وجود میاد در واقع که توی کاشیه، اما اصلش عرق از موها در میاد تا میاد درست بشه میگن محرق کاشی. این نمونه رخ استاده به صورت لاب پرومو بهش میگن. لاب سفیده داخلش کلا اینا زده میشه که رخ استاد لاجورد رنگش میمونه. نمونه تموم شده شدن جلو گذاشتن به این صورت همین تیشه دست به کاسی کاری ساده محرق است. و چقدر طول میکشه مثلا ساختشون این کار کنه؟ این نمونه کلا انجام میدم بچسبم بهش 2 ساعت و نیم خلاصش بود. نمونهش این هم تحریت دیدش رسیدن نگشنست چه قشنگ واقعا باید هنر دست همونت رو عزیزم با محبته. حالا این نمونه کاری ساده است. مدل دیگه هم مثلا یه گل شب باسیه نه حالا چون استادم خواستم بزنم اینا با چسب بودم چه پیدا باشه با مقار خالی شده بیاد میگم اینا بهش میگم مقار. مقار که ما داخل اینا خالی میشه این داخلش کلا خالی شد مثل این بغلیه‌ش اینا ببین اینجا ترش میخوره هرکونه چی تیشه به خصوصی داره برای ترش میدهش میبینی؟ میدونه دونه اینو در واقع قرار میگیره سوها میخوره فیکس میشه این کاغذ روش هست این مثلا کوچولو با قرمز میشه این فریزه میشه مثلا همین نمونه های اینجا میشه. بله این نمونه گل شب باسه کوچیکه مثلا این نمادی از زیر گنبد شیخ لطف‌الله تو این سایز طرح زیر گنبد اینجوری نیست اما تو این سایز این طرحش این کوچیک شدهش میشه دیگه. آره طرحش این کاغذیه. بعد اینا قسمت مثل همین نمونه که گذاشتم اینجا قسمت گذاری شماره گذاری میشه داخلش با درر سوراخ میشه بعد دوباره همون قطعه همونجا قرار میگیریم. حالا این کوچولوشه همین سایزینه نه تازه تمامش کردم 2 تا سایز. آره این اصولی باید گچ سیخته بشه پشتش اما اینکه گچ سیخته بشه دیگه مشخص نیست که کاری دستست یا دستگاست. نمیشه محرق. کلمه محرق گفتم از عرق به وجود میاد اما اصلش عرق از مواد در میاد تا درست بشه میگن محرق کاش. اینا مدل هاشه من همیزا از وقت حوصله من میشنم این کاری صورت بینیم زنه که شما نشه دمتون گرم عزیزم.